ساعت 6:10 است. اومدم صبحونه بخورم دستگاه قهوه‌شونه. یه 2-3 ساعت دیگه پرواز دارم از شهر لوکسور میرم به قاهره. گفتم بیام زودی یه صبحونه بخورم و تنوع غذایی رو میبینیم اینجا زیاده واقعا. این وسط هم جزیره است، تخم مرغ و نیمرو اینا سرخ میکنن میدن، خورد خرق‌الله. خب اینجا یه سری حموس و اینا دارن، سوسیس کالباس هم سوسیس نه کالباس دارن، پنیر دارن. اینا همین سبزیجات رو اینا میبینید، زیتون و پلیز نو پرابلم، زیتون و سبزیجات و گوجه و هویج و اینا دیگه خودتون میشناسید، نیازی رو گفتن نیست. اینا هم که ببینید پیاز و فلفل و گوجه. این برم ادویجات و این آش نخوده، این نمیدونم چیه، این نمیدونم چیه. این باقالی له شده است. این سوسیس سیب زمینی و اون شیر برنج سفته مثل این که ماشین تاتوس روسته. خب این هم که دیگه سبزیجات سرخ شده و این کبابای قلقلیه، نمیدونم چیه بهش میگن تو ایران. اسفناج و لوبیا. این هم حلیم. برنج و عدسی. این هم یه سری چیزای چینی مینیه فکر کنم، شبیه غذای چینی، سس چینی. خب اینجا هم میوه ها دسره و اینجا اصل غذا اینجاست. اینا عالیه. و یه سری حلوله قیسی و آلو و ماست میوه‌ای و ماست محلی. خواستم به شما هم نشون بدم که توی هتل شتایگنبرگ پالاس چه غذایی رو دسرشه. خوب به نظر میرسن، اما اول صبح این سما رو نباید خورد، پر شکرم. دلتون نخواد جای همتون خالی. خواستم کوتاه یه ویدیو بگیرم از داخل هواپیمای نایل یا همون نیل. خواستم نشونتون بدم که از لحاظ هیگینا، یعنی همون تمیزی، بهشون نمره 0 رو میدم. صندلی جلویی من برای پرواز 1 ساعت و 10 دقیقه
شهر لوکسور به قاهره‌ام. فقط این دوتا نوشیدنی رو میگم، منتظر نهار و صبحونه اینا نباشید. اگه گشنتونه با خودتون غذا بیارید. میرم سمت اتاقم. اینجا اتاق منه. یه شب اینجا نبودم، الان برگشتم باز سر اتاق. خب کیفم هم بیارم داخل. چرا خاموشه؟ از کجا روشن میشه اینا؟ خب اینجا اتاق من، در ببندم. خب عزیزان رسیدم، اینم اتاق منه. برم استراحت کنم، یه دوش بگیرم، بعد باز مزاحمتون میشم. فعلا خداحافظ. خب عزیزان اینجا هم یه بخشی از مرکز شهر قاهره است. اینجا زیاد این توک توک ها میبینیم که میرن، خیلی صداشون زیاده و مشاهده میکنید زیاد ترددن اینجا تو شهر قاهره. زیاد این توک توک ها و صدای زیادی هم دارن. من اینجا به یه صحنه‌ای برخوردم. این خانم سگه روی صندوق عقب ماشین استراحت میکنه. گفتم یه ویدیو ازش بگیرم. حالا بریم جلوترم. اینجا میشن تا خوابیدن. میوه فروش ها، سبزی فروش ها اینجا دورشون جمعه، دور هم جمعه. بیاشه دوستان نگاه کنید، قشنگ وسط خیابون خوابیدن. کسی هم باشون کاری نره. غذاشون هم میخورن، بعضی ها میدن بهشون غذا. شما تعداد تردد این توک توک ها رو میبینید دیگه، نیازی به توضیح در موردش نیست. دوستان اینجا ورودی هتل ماریوته. شاهکار معماری فوق‌العاده است، فوق‌العاده. وسایلایی که می‌بینید همشون از ملک فاروقه که باقی مونده، از دید عموم میرسه. و اینجا رو هم نشونتون بدم. پلکان زیبا، وسایل مجسمه رو با صندلی. و این اتاق
فوق‌العاده زیبا. این مجسمه اسماعیل خدوی وزیر جنگ. تمام این اشیاء که میبینید همه برای اینجا تراس باغ ملک فاروق بوده. اینجا منطقه زمالک، منطقه میشه گفت عیونی شهر قاهره است و یه شبگردی گفتم بکنیم اینجا هم ببینیم زندگی برای پولدارای شهر قاهره چه شکلیه. دقت کنید اون طرف رودخونه کشتی‌های زیادی می‌بینید که رستوران هستن، فکر کنم اکثرشون. و اونم برج مخابراتی یا برج میلاد قاهره است. خب الان این پلاک این ماشینه هم نظر من جلب کرد از یکی از. خب این ساختمون صدا و سیمای قاهره است. عادل امام عند نور الشريف. عبد الحليم حافظ. عبد الحليم حافظ كان بينام هنا في دي ايام الحرب، كان بينام عشان يعمل اغاني ويسجل اغاني. من كتر الاغاني الوطنيه اللي كان بيعملها كان بينام هنا، ما كانش بيروح بيته. این هتل قطریه، میبینید پرچم مصر و قطر هم. استیراییز چیه اسمش؟ بص السيارة عاملة ازاي، كان هيخبطني. بص السيارة شايفها عاملة ازاي؟ ده كونراد هوتيل، هوتيل كونراد. خیلی داغونه. صورته كان هيخبطنا ده. خیلی داغونه. بص ده عامل ازاي وده عامل ازاي، كان يخبط التاني برضه. بص بيرمي ازاي، ملوش دعوة بحد. خیلی داغونه. صور يا سفر، صور السواق. كنت هتخبطنا يا اسطى، كنت هتموتنا. كنت هتموتني يا اسطى. يا الباب قال لي معلش. الله. خیلی داغونه. تاکسیه توی قاهره و سوار میکنم. اومدیم کنار رود نیل دیگه، یه دوری هم اینجا کنار رود نیل رو هم بزنیم. بذاری جلوتر برم.
دوستان خیلی خوشحالم که تا پایان این ویدیو با ما همراه بودید. امروز در قصر ملک فاروق به تاریخ و شکوه گذشته سفری کردیم و با زیبایی های این مکان تاریخی بیشتر آشنا شدیم. امیدوارم از دیدن این ولاگ لذت برده باشید و اطلاعات جدیدی هرچند مختصر به دست آورده باشید. اگه این ویدیو برای شما جالب بود لطفاً اون رو لایک کنید و نظراتتون رو تو قسمت کامنت ها با ما به اشتراک بذارید. همچنین برای دیدن ویدیوهای بیشتر درباره سفرها و مکانهای دیدنی کانال ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید تا اولین نفر از ویدیوهای جدید با خبر شید. تا ویدیوهای بعدی مراقب خودتون باشید و با ما در سفرهای بعدی همراه باشید. خدا پشت و پناهتون.